بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب در چند روز اخیر شاهد یک جهش بسیار عجیب در قیمت دلار هستیم. نرخ ارز قیمت دلار در کشور ما متاسفانه در طی چند روز اخیر به مرز 120,000 تومان رسیده که اتفاق به نظر عجیبی به نظر میرسه. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا قیمت دلار به 120,000 تومان رسید؟ چه اتفاقی افتاد قیمت دلار به این نقطه رسید؟ آیا همه چیز رو باید سر مثلا مکانیزم ماشه و اتفاقات خارج از ایران در واقع خالی بکنیم و بگیم همه مقصر در واقع تحریم ها، مکانیزم ماشه و فعال شدن مکانیزم ماشه و اینهاست، یا نه اتفاقات و سیاست گذاری های غلط ارزی صورت گرفته که باعث جهش قیمت دلار شده؟ با ما همراه باشید تا پاسخ این سوال رو با همدیگه در برنامه امروز صحبت بکنیم. ببینید، خب مکانیزم ماشه فعال شدنش حتما اثر ویژه انتظاری داره، یعنی باعث میشه که عاملان اقتصادی، مردم، تولید کننده ها و کلا عاملان اقتصادی انتظار ناپایداری اقتصادی داشته باشن، انتظار داشته باشن قیمت دلار افزایش پیدا بکنه، انتظار داشته باشن نرخ تورم افزایش پیدا بکنه. اینا اثرات انتظاریه. اما صحبت کردیم در موردش که مکانیزم ماشه چون عملاً باعث بازگشت 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل میشه و این 6 قطعنامه که از سالها بین سالهای 2006 تا 2010 علیه ایران صادر شده بودند، اساساً این 6 قطعنامه به صادرات نفت ایران و حتی صادرات غیر نفتی ایران خیلی کاری ندارن. یعنی موضوعشون تحریم صادرات نیست، موضوعشون کاهش ارز آوری ایران نیست، بیشتر موضوعشون حقوقی و امنیتیه. و نشونش هم اینه که از سال 2006 تا 2010 که سالهای دهه 80 شمسی ما میشه، در دولت آقای احمدی نژاد محسوب میشه این سالها، وقتی این 6 تا قطعنامه علیه ما صادر شد، ما در طی این 6 سال صادرات نفتی و غیر نفتی کشور نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش هم پیدا کرد. ثبات اقتصادی کشور بسیار بالا بود. متوسط تورم سالانه کشور در سالهای دهه 80، سالهایی که ما تحت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بودیم که حالا با فعالسازی مکانیزم ماشه قرار اونها برگرده، در اون سالها متوسط تورم سالانه کشور 14.7% بود، کمتر از 15%. نرخ ارز به طور متوسط سالانه کمتر از 3% رشد میکرد. ما منابع ارزی بالایی رو در سالانه به دست می آوردیم از محل صادرات نفتی و غیر نفتی. در بین همین سالهایی که ما تحت تحریم شورای امنیت زیر این 6 قطعنامه‌ای بودیم که حالا قراره با فعالسازی مکانیزم ماشه برگرده. مخارج مصرفی خصوصی که یه شاخص رفاهی برای خانواره به لحاظ حقیقی مستمرا صعودی بود، مداوما صعودی بود در اون سالها. خب اینا اتفاقاتی بوده که در اون سالها افتاده. رشد اقتصادی کشور مثبت بود و در واقع در دامنه‌های مثبت قابل قبولی به سر می‌برد هر سال به طور متوسط سالانه. پس بنابراین اوضاع اقتصادی کشور اوضاع اقتصادی بسامانی بود و اون تحریما نتونستن به اقتصاد کشور، به نرخ ارز، به تورم، اینها باعث شوک تورمی و شوک ارزی و اینها بشن. حالا با فعالسازی مکانیزم ماشه ما فقط یه اثر انتظاریش رو شاهد هستیم. اثر واقعی در میدان عمل اقتصاد بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. اون تحریم هایی ما رو اذیت کرد که از سال 2011 تا 2015 اعمال شد، دوباره از 2018 به بعد اعمال شد که اونم تحریم های یک جانبه آمریکا بود. تحریم هایی که تحت قانون NDAA آمریکا، قانون دفاع ملی آمریکا، علیه ایران اعمال شد. اون تحریم ها ما رو اذیت کرد که تحریم بانک مرکزی و تحریم نفت بود که ما در دولت شهید رئیسی این تحریم ها رو هم تونستیم تا حد قابل توجهی خنثی بکنیم. تونستیم روزانه تا مرز 2 میلیون بشکه نفت به چین بفروشیم. همین الان ترامپ از موقعی که سر کار اومده بیش از 500 تحریم در 200 روز علیه افراد، نفتکش ها، شرکت ها و بندرگاه های مرتبط با صادرات نفت ایران چه داخلی چه خارجی اعمال کرده. اما صادرات نفت ایران رو نتونسته کاهش بده که ارزآوری ایران دچار کاهش بشه، که ما جهش ارزی رو از این محل شاهد باشیم. اما پس چرا دچار جهش ارزی شدیم؟ این بخشش ناشی از همون انتظارات تورمیه که فقط انتظاریه، فقط روانیه، که برای عاملان اقتصادی به وجود اومده به خاطر فعالسازی مکانیزم ماشه. اما بخش عمده‌ای و بخش اصلی و ریشه جهش ارزی اخیر نه به ترامپ
نه به مکانیزم ماشه، نه به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، نه به منهدم شدن برجام، به هیچ کدوم از اینا ربطی نداره. ریشه اصلی مشکل سیاستگذاری متاسفانه غلط بانک مرکزی در اتخاذ مطرودترین و غلطترین نوع رژیم ارزی دنیاست که از شهریور 403 برای ایران اجرا کرد، که اونم ابتداعا رژیم ارزی مبتنی بر، اسمشو گذاشتن بازار توافقی، که پنجمین رژیم ارزی میانه در دسته‌بندی رژیم‌های ارزی IMF، صندوق بین‌المللی پول. حالا کاری به بحث‌های فنیش نداریم فعلا. و بعد الان بحث تالار دوم رو مطرح کردن که حالا عرض می‌کنیم که اینا چجوری باعث افزایش قیمت دلار شدن. با ما همراه باشید، اینا رو به زبان ساده خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. ببینید، بانک مرکزی اومد، پس بنابراین گفتیم مکانیزم ماشه اثر انتظاری داره، اثر میدانی، اثر واقعی نخواهد داشت. اگه فقط مکانیزم ماشه باشه، اون اثری که داره بعد از یه چند روز خنثی میشه، اون مقدار اثر مکانیزم ماشه خنثی میشه در نرخ ارز. اما مسئله اصلی رژیم ارزی غلطی است که بانک مرکزی اعمال کرده. ما مرداد 1403، یعنی حدود 1 سال و 2-3 ماه پیش، در دولت 13 اواخر دولت 13 قیمت ارز بازار آزاد 60,000 تومان بود، نه 120,000 تومان فعلی، کمتر از 60,000 تومان، بین 50 تا 60,000 تومان نوسان داشت. قیمت دلار، قیمت ارز بازار رسمی ما که به وارد کننده های رسمی کشور با این نرخ ارز داده میشد 42,000 تومان بود. 42,000 تومان. دولت 14 از موقعی که مستقر شد، بانک مرکزی شروع کرد به افزایش سقف ارزی اون بازار رسمیه. از 42,000 تومان آروم آروم اینو رسوند به حدود 52,000 تومان، بعد یک شبه رسوندش به 64,000 تومان. بازار آزادم دقیقاً به همین دلیل رفت بالا، رسید تا مرز 100,000 تومان، دوباره اومد رو 80,000 تومان، دوباره رفت 90,000 تومان و الان رسیده به 120,000 تومان. تالار دوم اومد و این رو رسوند به 120,000 تومان. چرا این اتفاق میفته؟ ببینید، وقتی که بانک مرکزی در کشور ما میاد از همون شهریور 403 قیمت ارز بازار رسمی رو افزایش میده تا آذر ماه این رو به 52,000 تومان میرسونه، بعد یک شبه به 65,000 تومان میرسونه تو اون بازار نیما، بازار رسمی که بعد اسمش رو گذاشتن بازار توافقی، و بعد میاد برای این دامنه نوسان میذاره. یعنی میگه هر روز نرخ ارز میتونه نسبت به میانگین قیمت ارز در روز قبل خودش 3% افزایش پیدا بکنه یا 3% کاهش پیدا بکنه، عین بورس. دامنه نوسان براش میذاره. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ شما اگه صادر کننده باشی چیکار میکنی که ارز داری؟ باید ارز بیاری عرضه کنی، دلار، درهم بیاری عرضه کنی برای نیازهای رسمی کشور. چیکار میکنی وقتی دامنه نوسان گذاشتن؟ امروز عرضه میکنی؟ نه، میگی فردا اگه مثبت 3% خورد چی؟ اون وقت من انگار 3% ضرر کردم، میذارم فردا عرضه میکنم. فردا میرسه دوباره میگی پس فردا عرضه میکنم، اگه مثبت 3% خورد چی؟ دوباره همین جوری ادامه پیدا میکنه و ارز رو بر نمیگردونی به چرخه اقتصادی کشور به بهانه‌های مختلف. دلار رو بر نمیگردونی، یورو، درهم، ارزها رو بر نمیگردونی به چرخه رسمی اقتصاد کشور، چون میگی اگه فردا مثبت 3% خورد چی؟ پس بذار قیمت به یه قله‌ای برسه، رو اون قله اون وقت میارم عرضه میکنم ارزم رو، بعد مهندسی هم میکنم. یعنی مثلا به 68,000 تومان میرسه عرضه میکنم، قیمت یه خورده که میومد پایین متوقف میکنم، دوباره رفت بالا دوباره عرضه میکنم، مهندسی میکنم عرضه ارز رو، قیمت رو مهندسی میکنم. چرا؟ چون قدرت این کارو دارم. عمده صادرکننده های کشور صادرکنندگان فولادی و پتروشیمی بزرگ کشور هستن. اینا صادرکننده های عمده کشورن. بعد اینا مخارج ریالیشون حساسیت بسیار کمی به بازگشت ارز داره، یعنی تا ماه‌ها میتونن ارزشون رو به چرخه اقتصادی کشور برنگردونن و مهندسی عرضه بکنن، مهندسی قیمتی بکنن، مهندسی مخرب قیمتی، تا ماه‌ها میتونن برنگردونن. اینا ما آذر ماه بازار توافقی رو اجرا کردیم با همین دامنه نوسان مثبت منفی 3%. گزارش دیوان محاسبات کشور میگه که این صادرکنندگان کشور از اردیبهشت ماه ارز به کشور برنگردوندن، قطره چکونی برگردوندن، مهندسی کردن. چرا؟ به خاطر اینکه از اردیبهشت اینا متوجه شده بودن قراره یه بازار توافقی شکل بگیره، اون سقف قیمتی 42,000 تومان قراره حذف بشه
دامن نوسان مثبت منفی 3% قرار بذارن. اینا گفتن خب قیمت ارز میرسه به مثلا 70 80 100 هزار تومان اینا، پس ما ارز الان نبریم به 42,000 تومان بفروشیم. ارز نیاوردن. وقتی ارز نمیارن، وقتی چنین رژیم ارزی غلطی اعمال میکنید که این رژیم ارزی غلط فقط 0.5% کشورهای دنیا اجراش کردن، یعنی یک کشور از اعضای 190 کشور IMF این رو اجرا کرده، به جز ما یک کشور دیگه فقط اینو اجرا کرده، بدترین رژیم ارزی رو دارید اعمال میکنید. ارز بر نمیگرده به کشور، قطره شکونی برمیگرده، با مهندسی صادرکنندگان ارز برمیگرده به کشور. وقتی ارز نیاد، نه بازار رسمی شما سیالیتش تأمین میشه، نه بازار آزاد همون بازار سیاه سیالیتش تأمین میشه، نقدینگیش تأمین میشه. هیچ کدوم از اینا ارز بهش سرازیر نمیشه. صادرکننده ارز رو نگه میداره تو حساب کارگزار مربوط به صرافی، نگه میداره تو حساب تراستی، بر نمیگردونه به کشور ارز. هر دو بازار منابع ارزش، ورودی ارزش کاهش پیدا میکنه، قطع میشه. این اتفاق که بیفته، خب معلومه قیمت ارز افزایش پیدا میکنه، چون اینور تقاضای ارزی وجود داره، اونور عرضه ارز وجود نداره، چون اینا بر نمیگردونن ارز رو به کشور. این اتفاقات میفته. حسابرس کل بانک مرکزی میگه که ما بازگشت و گزارش دیوان محاسبات میگه بازگشت ارز در سال 1402 که تثبیت ارز داشتیم، فارغ از این که من موافق تثبیت باشم یا مخالف تثبیت باشم، میگه عدم بازگشت ارز به کشور سال 1402 حدوداً نصف عدم بازگشت ارز به کشور در 403 بود. یعنی در سالی که ما تثبیت ارز داشتیم بیشتر ارزها به کشور برگشت، در سالی که ما تثبیت ارز نداشتیم 1403 یه شبه نرخ ارز رسمی رو ظرف چند ماه حدوداً 70% افزایش دادیم، عدم بازگشت ارز بیشتر شد، بازگشت ارز کمتر شد. در سالی که جهش ارزی داشتیم بازگشت ارز کمتر شد، در سالی که تثبیت ارزی داشتیم بازگشت ارز به مراتب بیشتر. این گزارش رسمی نهادهای نظارتی کشوره. خب وقتی اونا ارز برنگردونن به کشور، بازار رسمی و حتی بازار سیاه ما خشک بشه، سیالیتش کاهش پیدا بکنه، در ارز افزایش پیدا میکنه. وقتی بازار رسمی ما ورودیش کاهش پیدا بکنه، قطره چکونی بشه، چون اینور تقاضای ارزی وجود داره، وارد کننده میخواد واردات کالای صنعتی انجام بده، کالای پزشکی رو میخواد وارد کنه، دارو میخواد وارد کنه، کالاهای اساسی، نهادهای دام و طیور، اینا قراره وارد کشور بشه. این تقاضاها که حذف نمیشه که. وقتی این تقاضا وجود داره، بانک مرکزی میبینه ارزی صورت نمیگیره، چیکار میکنه؟ میاد ذخایر با کیفیت خودش رو خرج میکنه برای اینکه پاسخگوی تقاضای ارزی باشه که اون طرف عرضه ارز از طرف صادرکننده ها براش وجود نداره، به قطره چکونیه، با مهندسی داره عرضه میشه. پس ذخایر با کیفیت بانک مرکزی عملا کاهش پیدا میکنه. قدرت بازارسازی بانک مرکزی تو بازار آزاد یا همون بازار سیاه کاهش پیدا میکنه. پس قیمت بازار آزاد و بازار سیاه میره بالا. این اول. بانک مرکزی ذخایر با کیفیتش که پاسخگو نباشه مجبور میشه کلی از تخصیص‌ها، کلی از ثبت سفارش‌ها رو حذف کنه از طرف وارد کننده‌های رسمی کشور که نیاز وارداتی کشور رو میخوان تامین بکنن. بانک مرکزی مجبور میشه اینا رو حذف کنه، تو صف اینا رو نگه داره تا 150 روز 200 روز که تو صف موندن ارز به اینا نده. خب اینا چیکار میکنن؟ اینا بارشون رو کشتیه، میخوان وارد کشور بکنن. فروشنده خارجی که منتظر اینا نمیمونه که، مجبور میشن برن از بازار سیاه ارز تهیه بکنن، بدن به فروشنده خارجی که بارشون به سمت کشور حرکت بکنه. پس یه فشار جدید به بازار سیاه هم تزریق میشه. چرا؟ چون این بازار رسمی نتونسته ارزشون رو بده. چرا نتونسته ارزشون رو بده؟ چون صادرکننده ها ارز برنگردوندن. چرا ارز برنگردوندن؟ چون هی منتظرن مثبت 3%، مثبت 3%، مثبت 3% بخوره تو بازاری که اسمشو گذاشتیم بازار توافقی، که بدترین رژیم ارزی دنیاست، مطرودترین و منفورترین رژیم ارزی دنیاست. ما اومدیم اجراش کردیم. طراحانش هم پاسخگو نیستن. متاسفانه امروز هم دیپلمات شدن، پاسخ نمیدن به این فاجعه ای که خلق کردن. از طرف دیگه وقتی که میبینه ارز نداره بانک مرکزی تو بازار رسمی، ذخایرش هم داره مصرف میکنه، کلی تو صفن، میاد یه قواعدی رو تمدید میکنه، مثل قاعده 90-10، قاعده ترخیص درصدی. میگه که وارد کننده تو نمیخواد از من ارز بگیری، برو اون کالایی که وارد گمرک کردی رو میتونی 90% رو آزاد بکنی بدون اینکه ارز از من گرفته باشی. این وارد کننده قبلا ارزش رو از طریق بازار سیاه تامین کرده، داده به فروشنده خارجی، کالاشو وارد گمرک کرده،
حالا میره 90% رو ترخیص میکنه. ارزی هم از بازار رسمی نگرفته چون نمیتونه بگیره، چون صادر کننده یه کشور ارز رو تو بازار رسمی تزریق نکرده. پس بنابراین وارد کننده ها همه یاد میگیرن، میرن دوباره از بازار آزاد فشار میارن، تقاضا روشون رو میبرن تو بازار آزاد، ارز رو تهیه میکنن، میدن فروشنده خارجی، کالاشون رو وارد گمرک میکنن، میان از قاعده 90 استفاده میکنن، 90% کالاشون رو از گمرک ترخیص میکنن. اینم یه فشار جدید به بازار سیاه ما یا بازار آزاد ما وارد میشه. نرخ ارز یهو به 100,000 تومان میرسه در سال 1403. حالا بعد اومد رو 80 90 تومان، دوباره الان رسیده به 120 تومان. پس اتفاقی که داره میفته اینه. حالا ما به جای اینکه این رژیم ارزی رو اصلاح بکنیم، رژیم ارزیمون رو ببریم سراغ رژیم‌های ارزی مثل رژیم ارزی تثبیت خزنده که مناسب اقتصاد کشوره، که به صورت غیر اعلامی بانک مرکزی میتونه که سقف میذاره برای بازار رسمی ما، سقف قیمتی، اما با متغیرهای اقتصاد کلان کشور هر ماه این رو میتونه تعدیل بکنه بدون اینکه اعلامش بکنه. حالا راجع به این رژیم ارزی مفصل میتونیم صحبت بکنیم که الان محل بحثمون نیست. خب پس بنابراین اتفاقی که افتاده اینه. حالا به جای اینکه رژیم ارزی رو اصلاح بکنن آقای بانک مرکزی، اومد بدترش کرد. اومد در سال 1404 همین یکی دو ماه اخیر که رسانه‌ای شد خبرش، از مدت‌ها قبل حتما صادرکننده‌ها به احتمال زیاد خبر داشتن، مثل بازار توافقی که آذر ماه اجرا شد، آذر 403، ولی از اردیبهشت صادرکننده‌های ما از این خبر داشتن. بانک مرکزی اومد تو همین چند روز اخیر یه تصمیم جدید غلط‌تر گرفت به اسم راه اندازی تالار دوم. گفت من تالار دوم رو راه اندازی میکنم برای صادرکننده‌های خرد که بیان ارزشون رو تو این تالار دوم عرضه کنن، سقفش هم مثلا میذارم 94,000 تومان، 90,000 تومان، بیارن اونجا عرضه بکنن با یه سقف حدود مثلا 30-40% بیشتر از سقف بازار توافقی که 70,000 تومان بود. اونجا 70,000 تومان بود، اینجا شما مثلا 90 و خورده هزار تومان. میتونن صادرکنندگان خرد ارزشون رو با 94,000 تومان، 90,000 تومان عرضه کنن تو این تالار دومه. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ صادرکنندگان بزرگم میگن آها پس منتظر میمونیم. به زبان سادهش میشه این: شما صادرکننده باشی چیکار میکنی؟ بالاخره تولید کننده ای، صادر کننده ای، بنگاه خیریه که وا نکردی که، دنبال سود خودتی، دنبال سود سهامدارانتی، حقم داری، فعال اقتصادی، باید سود کنی، باید سودتو حد اکثر کنی. خب صادرکنندگان پتروشیمی، فولادی و بزرگا هم دوباره گفتن آها پس بنابراین احتمال زیاد ما رو هم بعد یه مدت میفرستن تو تالار دوم. دوباره عرضه ارز رو به شدت کاهش دادن، قطره چکونی کردن، مهندسی کردن عرضه ارز رو. در سال 1404 نرخ ارزی که بازار توافقی از 60,000 تومان رسونده بود به 100,000 تومان، بعد اومد رو 80-90,000 تومان، تالار دوم رسوندش به 120,000 تومان. مکانیزم ماشه هم تو همین زمان فعال شد، دامن زد به انتظارات. اما علت اصلی این تالار دومه بود که عرضه ارز رو کاهش داد به کشور. عرضه ارز رو کاهش داد. حالا یه عده میگن آقا اصلا این تالار اول و دوم و نیما و نمیدونم بازار توافقی و یا بازار ارز تجاری، اینا همه رو حذف کنیم. حرفشون اینه، میگن اینا همه رو حذف بکنیم و یه بازار درست کنیم، نرخم آزادانه تو این بازار هر چی خواست نرخ انتخاب بشه. بله، این برای شرایطی مثل دهه 80 شمسی ماست که ما کسری تراز پرداخت نداریم، یعنی هم منابع ارزیمون برای همه مصارف ارزیمون پاسخگوه. میتونه همه مصارف ارزیمون رو با منابع ارزیمون میتونیم در واقع تأمین بکنیم. این برای دهه 80. الان منابع ارزیمون کفایت همه مصارف ارزیمون رو به لحاظ کمی و کیفی نمیده، کفایت نمیکنه. اگه بسپری به بازار، اونی که زورش بیشتره ارز رو نصیب خودش میکنه با جنگ قیمتی، یعنی جنگ قیمتی راه میفته، قیمت تو دور سعودی میفته و اونی که زورش بیشتره ارز رو عاید خودش میکنه. کی زورش بیشتره؟ عامل قاچاق و خروج سرمایه. زورش از وارد کننده رسمی کشور که داره کالای مورد نیاز کشور رو تأمین میکنه به مراتب بیشتره، که دلیل داره، آمار داره، داده داره. پس او همه ارز کشور عاید بیشتر، ارز کشور عاید خودش میکنه. کی محروم میشه؟ وارد کننده های رسمی کشور که میخواد کالای اساسی وارد کنه، کالای صنعتی وارد کنه، کالای پزشکی وارد کنه،
اینا رو میخواد وارد کنه، او محروم میشه. او که محروم شد، اون وقت وزیر سمت، وزیر بهداشت، وزیر جهاد کشاورزی که عمده مصرف کنندگان ارزی کشورن، میرن تو جلسه هیئت دولت دعوا میکنن با رئیس بانک مرکزی، با رئیس جمهور که آقای فرزین، آقای رئیس کل به ما ارز نمیده فلان. آقای فرزین میگه خب نرخ آزاده داره تعیین میشه. اینا میگن خب ما نمیتونیم تهیه کنیم، وارد کنندگان رسمی کشور نمیتونن تهیه کنن. اینجا مجبور میشن دوباره سقف ارزی بذارن، مجبور میشن دوباره همون سیستم چند نرخی، منتها این دفعه تو نرخ‌های بسیار بالاتری احیا میشه. چرا؟ چون ما کسری تراز پرداخت داریم، منابع ارزیمون کفایت مصارف ارزیمون رو نمیکنه. اینا استدلال آماری داره، استدلال فنی داره. فنیش میشه این: حساب جاریمون پر ریسکه به خاطر نفت، حساب جاریمون پر ریسکه. حساب سرمایه غیر مقیم ما بسته است، قابلیت جذب سرمایه غیر مقیم خارجی رو فعلا نداریم، چون ابزارش رو طراحی نکردیم. قابلیتش رو نداریم یعنی بلد نیستیم، جذب نکردیم. سپرده نقود ارزی رو نمیتونیم جذب کنیم، پورتفوی خارجی نمیتونیم بفروشیم سرمایه غیر مقیم جذب کنیم، اوراق و سهام نمیتونیم بفروشیم سرمایه غیر مقیم جذب کنیم، سرمایه گذاری مستقیم خارجی نمیتونیم جذب کنیم. نمیتونیم یعنی بلد نیستیم. و الا چینی‌ها حاضرن بیان در حد کلان تو ایران سرمایه گذاری بکنن، ما بلد نیستیم. وقتی حساب جاریمون پر ریسکه، حساب سرمایه غیر مقیممون بسته است، تراز پرداختمون به لحاظ کیفی ناپایداره، سهم تقاضای کشش ناپذیر به قیمت ارز بسیار بالاه در تقاضای ارزی کشور. یعنی قیمت ارز هر چی افزایش پیدا بکنه اینا تقاضاشون حذف نمیشه، باید کالا رو وارد کشور بکنه. اینا خیلی بالاه. بعد از اون طرف مصارف نامشروع و غیر رسمی و غیر قانونی مثل قاچاق و فروش سرمایه بسیار سهم بالایی داره، تا 50 میلیارد دلار آتش ارزی داره و ارز میخواد. وقتی شرایط اینجوری یعنی شما کسری تراز پرداخت دارید به لحاظ کمی و کیفی. پس نمیتونی نرخو بسپری به بازار، بگی بازار تعیین بکنه. ما تو شرایط دهه 80 نیستیم. رژیم ارزی تک نرخی شناور مدیریت شده آرزوی ماست که توی قانون آوردیم. آیا این آرزو قابل تحققه؟ نیاز به شرایطی داره، نیاز به برنامه توسعه صنعتی داره، نیاز به تقویت حساب جاری داره، نیاز به باز شدن حساب سرمایه غیر مقیم داره، نیاز به هک شدن سیاست پولی با این حساب سرمایه غیر مقیم در کشور داره، نیاز به طراحی ابزار مالی داره. هیچ کدوم از اینا رو نداریم. پس نمیتونیم به این راحتی به اون آرزو برسیم. باید یه برنامه‌ریزی مثلا چند ساله، 10 ساله بکنیم تا به این آرزو برسیم. الان شرایطش فراهم نیست. عامل اصلی جهش ارز تا 120,000 تومان این تالار دوم، و باز هم اگه جهش پیدا بکنه مقصرش همین تالار دوم و رژیم ارزی غلط بانک مرکزی. سر ما رو کلاه نزنن که آقا تحریمیم، مکانیزم ماشه فعال شده. نه، رژیم ارزی غلط بانک مرکزیه. وگرنه با فروش روزانه حدود تا 2 میلیون بشکه نفت به طرف چینی فقط، که الان هندم اومده مشتری نفت ما شده، وقتی تحریم عملا NDAA آمریکا بر ما عملا خنثی شده، نباید جهش ارزی داشته باشیم. جهش ارزی 401 403 و 404 مقصرش رژیم ارزی غلط بانک مرکزی بود که بر کشور تحمیل شد. مسئله اینه، باید بتونیم درست تبیین کنیم. طراحانش کجا هستن؟ باید پاسخگو باشن. متاسفانه پاسخگو نیستن. این روزا یا ساکتن یا دیپلمات شدن. اون موقعی که ما مکرر میگفتیم که آقا این بازار توافقی، بیش از 1 سال پیش مناظره کردیم، مباحثه کردیم، چندین ساعت من در تلویزیون، در مجامع دانشگاهی مناظره کردیم با عزیزان که آقا بازار توافقی راه انداختن. در فضای مجازی مباحثه کردیم. بازار توافقی راه انداختن باعث جهش ارزی هم در بازار رسمی هم در بازار سیاه یا همون بازار آزاد میشه. نکنید این رژیم ارزی رو اعمال نکنید. گوش نکردن. مداوم میگفتن نه تو اطلاع نداری، تو شما متوجه نیستید، شما عدم اطلاع دارید. مداوم از این حرفا میزنن. الان کجان؟ به جای اینکه دیپلمات بشن بیان پاسخگوی وضع موجود باشن. چرا با بازار توافقی و تالار دوم اوضاع رو به این نقطه رسوند؟ این تبیین فنی به زبان ساده بود که من خدمت شما عرض کردم، به جز این چند دقیقه آخری که بحث تراز پرداخت‌ها و ناپایداریش بود. بقیه‌اش با زبان ساده عرض کردم که چه اتفاقی تو بازار ارز ما افتاده و چرا به این نقطه رسید. به خاطر رژیم ارزی غلط بانک مرکزی، به خاطر تصمیم سازی غلط کسانی که مداوم به ما برچسب عدم اطلاع می‌زدن و متاسفانه اتفاق افتاد اون پیش‌بینی‌های بیش از 1 سال پیش ما که گفتیم اگه بازار توافقی راه بیفته قیمت ارز به 100,000 تومان میرسه و رسید. متاسفانه ما پیشگو نبودیم. آمارها، استدلال‌های اقتصادی، علم اقتصاد این رو نشون میداد. اونطور گوش نمی‌کردن متاسفانه.
امیدوارم که این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه و امیدوارم که بانک مرکزی با رژیم ارزی مناسبی بتونه قیمت ارز رو واقعا تعدیل بکنه. این امکان برای بانک مرکزی فراهمه که قیمت ارز رو تعدیل بکنه. اگه رژیم ارزی رو از حالت تالار دوم بازار توافقی خارج بکنه، برای بازار رسمی سقف قیمتی بذاره و این سقف قیمتی رو ولو تعدیل کنه با متغیرهای کلان اقتصادی به صورت غیر اعلامی، هر ماه همین رو تعدیل بکنه، به نظر من قیمت ارز قابلیت این رو داره که به کمتر از 100,000 تومان در کوتاه مدت برسه و تعدیل بشه و اقتصاد حداقل به یه ثبات نسبی حداقلی برسه. اینی هم که میگن رانت بود و نمیدونم اختلاف قیمت ها رانت بین بازار رسمی و بازار در واقع آزاد، اینم از اون حرفای اشتباهه. اینم اجازه بدید خدمتتون توضیح بدم. رانت یعنی این که میگن آقا وارد کننده ای که داره مثلا ارز رو 70,000 تومان میگیره، این ارز رو یه کالایی باش وارد میکنه که این کالا رو داره با همون ارز آزاد به مردم میفروشه، به مصرف کننده میفروشه. خب اگر اینجوریه، میگفتن مثلا 42,000 تومان که داشت، این عدداشون این بود، میگفتن وارد کننده ای که داره ارز رو 42,000 تومان میگیره و بعد اون موقع قیمت قبل از راه اندازی بازار توافقی قیمت بازار آزاد 60,000 تومان بود، 50-60,000 تومان بود. میگفتن این اختلاف 42 تومان با 50-60,000 تومان رانده، چون وارد کننده ارز رو 42 تومان میگیره، بعد کالایی که وارد میکنه رو به قیمت آزاد داره به مصرف کننده نهایی میفروشه، در نهایت به قیمت آزاد به دست مصرف کننده نهایی میرسه. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه ما اون 42 رو حذف بکنیم که حذف کردیم و به قیمت بازار آزاد برسونیم که رسوندیم، به 70,000 تومان هم رسوندیم ولی بازار آزاد به 100,000 تومان جهش پیدا کرد، معناش اینه که خب علالقاعده نباید قیمت کالا افزایش پیدا میکرد دیگه، چون قیمت کالا از اول با همون 42 تومان رسمی با قیمت 60 تومان به ما میرسید، حالا که 42 تومان شده 52 تومان که رسیده بود تقریبا به نزدیک بازار آزاد و بازار آزاد هم مثلا 60,000 تومان بود، بعد پس بنابراین قیمت کالاه دوباره باید به نرخ آزاد به دست ما برسه، یعنی تورمی نباید اتفاق میافتاد. رانت یعنی این، یعنی وقتی قیمت بازار رسمی رو افزایش دادیم جهش پیدا کرد، نباید تورمی ایجاد بشه. قیمت بازار رسمی از 42 شد 70، تورم نباید جهش پیدا میکرد. اما ما میبینیم که تا شهریور 403 قبل از راه اندازی بازار توافقی، وقتی هنوز قیمت بازار رسمی ما حدود 42 تومان بود، تورم ما نزولی بود و به مرز کانال 20% رسیده بود، حدود 30% بود، 30 ممیز مثلا 0.3%. داشتیم وارد کانال 20% میشدیم با روند نزولی به محض راه اندازی بازار توافقی. وقتی قیمت بازار رسمی جهش پیدا کرد، افزایش پیدا کرد، قیمت بازار آزاد هم متعاقب اون دقیقاً به همین دلیل با همین فرآیندی که عرض کردم افزایش پیدا کرد، دیدیم که تورم صعودی شد. تورم تولید کننده صنعت ما فروردین 404 به 48% رسید. تورم مصرف کننده شهریور 403 حدود 30% بود. شهریور 404 آخرین آمار تورمی مرکز آمار به 45% رسید. تورم نقطه‌ای مصرف کننده ما از 30% روند نزولی به 45% در روند صعودی رسید. تورم مواد غذایی که فکر می‌کنم شهریور 403 کمتر از 30% شده بود، در شهریور 404 به 58% حدوداً رسید. خب این اتفاقاتیه که افتاد برای کشور. اگه رانت بود که این همه تورم نباید می‌داشتیم. پس این رانت هم ادعایی عزیزان. دقت بکنیم اتفاقی که افتاده اینه، مشکل رژیم ارزی غلط بانک مرکزی، مکانیزم ماشه و اینا یه اثر انتظاری موقتی داره، دوباره باید برمیگشت. اما اینکه با این روند داره دلار به صورت قدرتمند به 120,000 تومان رسید در بازار سیاه یا همون بازار آزاد، این دیگه نمیشه ربط داد همشی رو به ترامپ و آمریکا و فلان و اینا. دقت بکنیم، این نکته بسیار مهمیه، مسئله بسیار مهمیه. خب اگر این ویدیو مفید بود خواهش میکنم اون رو لایک کنید، کامنت بذارید که کمک میکنه این ویدیو بیشتر دیده بشه. ممنونم از همراهی شما. ان شاء الله که موفق و مؤید باشید.